شنونده های عزیز، خوش اومدیم به اولین قسمت پادکست متامورفوسوس. من ایلیا هستم و امروز قراره درباره یکی از تاثیرگذارترین اما متاسفانه نادیده گرفته شده ترین نیروهایی که زندگیمون رو شکل میدن صحبت کنیم، یعنی عادت‌ها. شاید پیش خودمون فکر کنیم که تصمیم‌ها و اهداف بزرگ ما هستن که زندگیمون رو میسازن، اما واقعیت طور دیگه ایه. واقعیت اینه که بیشتر زندگی ما توسط کارهای کوچیکی که به طور روزانه انجام میدیم، یعنی همون عادت‌ها شکل میگیره و این عادت‌ها هستن که زندگی ما رو میسازن. برای اینکه درک بهتری از عادت‌ها داشته باشیم، اول باید بدونیم که کلاً عادت چیه و عملکرد و تاثیر اون تو زندگی ما چیه. عادت یه الگوی رفتاریه که از طریق تکرار شکل میگیره و به مرور زمان بدون فکر کردن زیاد انجام میشه و وارد ناخودآگاهمون میشه. این وارد ناخودآگاه شدن این عادت‌ها و رفتارها برای اینه که مغز انرژی بیشتری ذخیره کنه و انرژی کمتری برای انجام دادن کارهای روزمره صرف کنه. مثلا مسواک زدن قبل خواب، چک کردن گوشی بعد از بیدار شدن، یا حتی مسیر همیشگی که ما حالا یا به سر کار یا مدرسه یا دانشگاهمون میریم. بر اساس کتاب قدرت عادت نوشته چارلز داهیگ، هر عادت از 3 بخش تشکیل شده. بخش اول نشانه است. نشانه چیزیه که عادت رو فعال میکنه، خواسته ایه که باعث میشه ما یک رفتار عادتگونه رو انجام بدیم. 2 روال یا روتینه، یعنی همون رفتار عادتگونه‌ای که ما انجام میدیم. و 3 و آخرین بخش پاداش یا ریوارد است. ریوارد چیزیه که باعث میشه مغز دوباره بخواد اون رفتار رو انجام بده و تکرار کنه. مثلا وقتی خسته ایم شکلات میخوریم و بعد از خوردن شکلات حس خوبی بهمون دست میده. خسته بودن نشانه اون عادته، شکلات خوردن روال یا روتین اون عادته و حس خوبی بعدی که بهمون دست میده پاداش یا ریوارد است. حالا اینا رو گفتیم، عملکرد عادت رو گفتیم، تعریف عادت رو گفتیم، باید بیاییم حالا ببینیم چرا عادت ها مهمن تو زندگی ما، چرا ما باید به اونها دقت کنیم. تحقیقات نشون میده که حدود 40 تا 50% کارهایی که ما انجام میدیم تو زندگیمون هر روز از روی عادته، یعنی نیمی از زندگیمون بر حسب عادته و همین موضوع عادت ها رو بسیار مهم میکنه. عادت ها بهره‌وری ما رو بالا میبرن، همونجور که گفتیم، چون وارد ناخودآگاه ما میشن، نیاز به تصمیم گیری های مکرر ندارن، خود به خودی انجام میشن. یا بعضی وقتا حتی اگه ما یه رفتاری انجام میدیم بهش فکر نمی کنیم. مثلا وقتی حتما ما داریم یه غذایی میخوریم، صرفا به اون غذا فکر نمی کنیم، شاید فکرمون یه جا دیگه باشه ولی داریم اون عادت رو انجام میدیم. و نکته بعدی که باعث میشه عادت ها مهم شن اینه که اگه عادت هامون سالم باشن، مثلا روزانه ورزش داشته باشیم یا روزانه مطالعه داشته باشیم، تو دراز مدت اثر فوق‌العاده‌ای روی زندگی ما میذارن. ولی اگه ناسالم باشن، مثل پرخوری، مصرف زیاد شبکه‌های اجتماعی یا مصرف دخانیات و اینجور چیزا، میتونن زندگیمون رو نابود کنن. و همین موضوع عادت‌ها رو بسیار مهم میکنه. حالا یه عادت چجوری شکل میگیره؟ ایجاد یه عادت جدید ساده نیستش، ولی ممکنه انجام بشه. کلیدش هم در تکرار هدفمنده، یعنی ما اول بخوایم یه عادت ایجاد کنیم باید به صورت هدفمند اون تصمیمی که گرفتیم رو پیاده کنیم. اول باید نشونه‌ای مشخص برای شروع عادت تعریف کنیم و بعد روال ساده‌ای طراحی کنیم که انجامش آسون باشه و در نهایت پاداش بدیم تا مغز بفهمه که این رفتاری که ما داریم انجام میدیم ارزشمنده و بخواد دوباره اونو تکرار کنه. برای مثال اگر بخوایم عادت مطالعه روزانه رو
به روتین خودمون اضافه کنیم و یک عادتش کنیم، باید پیش خودمون بگیم که هر روز بعد از یه تایمی، مثلا هر روز بعد از صبحانه 10 صفحه کتاب میخونم و بعد به خودم یه فنجون قهوه چایی چیزی میدم. اون تایمی که میذاریم هر روز بعد از صبحانه، یعنی بعد از صبحانه یه نشونه است، یعنی تو باید بری یه کاری انجام بدی. 10 صفحه کتاب خوندن روتین یا روالیه که باید انجام بشه و فنجون چای یا قهوه‌ای که بعد از خوندن اون 10 صفحه کتاب به خودمون میدیم پاداش یا ریوارده، که این پاداش یا ریوارد باعث میشه که مغز تحریک بشه تا بفهمه که این رفتاری که ما انجام دادیم ارزشمند، اونو تبدیل به عادت کنه. و این در شکلگیری عادت ها بود. حالا اگه بخوایم عادت های بد رو تغییر بدیم باید چیکار کنیم؟ تغییر عادت های بد یک مقدار سخت‌تره، چون مغز به پاداش اون عادت ها عادت کرده، یعنی مغز به پاداش اون عادت ها نیاز داره، ولی میشه اونا رو بازنویسی کرد، یعنی نمیشه کامل اونا رو حذف کرد ولی میشه اونا رو به نحوی تغییر داد. مثلا اگه ما بعد کار به سراغ شبکه‌های اجتماعی میریم، میخوایم استراحت کنیم با اون کار و حس راحتی با انجام اون کار میگیریم. رفتن به سراغ شبکه‌های اجتماعی اینجا خود روتین ماست، استراحت کردن نشانه ماست و حس راحتی که بعدش میگیریم پاداش یا ریوارده. چارلز دایگ میگه که نمیتونیم یه عادت رو کامل حذف کنیم، همونجور که گفته شد باید روال رو عوض کنیم، یعنی روتین رو عوض کنیم، در حالی که نشانه و پاداش ثابت میمونه. مثلا تو این مثال ما مثلا به جای گشتن تو فضای مجازی یا شبکه‌های اجتماعی میتونیم 10 دقیقه قدم بزنیم یا موسیقی آروم گوش بدیم، یعنی یک روتین جدید اضافه کنیم تا همون حس آرامش و استراحتی که میخوایم رو بعدش به دست بیاریم. یک نکته که بسیار مهمه، بعضی از عادت‌ها کلیدی هستن و اثر دومینویی دارن. برخی عادت‌های کلیدی هستن، یعنی اینا عادت‌هایی هستن که وقتی انجام میشن عادت‌های مثبت دیگه هم به دنبالشون تو زندگی ما میاد. مثلا ورزش کردن منظم میتونه باعث بشه بهتر بخوابی، تغذیه بهتر داشته باشی و اعتماد به نفست افزایش پیدا کنه و میبینیم که یک ورزش کردن منظم به صورت عادت باعث شد 3-4 عادت خوب دیگه به زندگیمون اضافه شه. اگه بخوایم این اپیزود رو جمع‌بندی کنیم و چند توصیه داشته باشیم برای ساخت یا تغییر عادت‌ها، باید بدونیم که اگه بخوایم یک عادت رو بسازیم یا تغییر بدیم، اولین نکته که مهمه باید عادت‌های کوچیک رو شروع کنیم و باید بدونیم که پیوستگی انجام اون عادت از شدت کار مهمتره. یعنی اگه ما میخوایم مطالعه روزانه داشته باشیم، مثلا نباید بگیم که من میخوام روزی مثلا 50 صفحه کتاب بخونم، از روزی 5 صفحه 10 صفحه شروع میکنیم ولی هر روز اون ادامه میدیم و بعد که تبدیل به عادت شد راحت‌تر میتونیم شدت اون رو بیشتر کنیم و خودمون رو برای موفقیت‌های کوچکی که تو زندگی داریم باید تشویق کنیم. این همون پاداشه میشه. مغز انرژی بیشتری داره و انگیزه بیشتری داره که دوباره اون رفتار رو ادامه بده و باید بدونیم که برای ساختن عادت جدید به زمان نیاز داریم ولی ارزشش داره. پس باید برای ساختن یک عادت جدید یا حتی یک تغییر عادت بد باید صبور باشیم. و مرسی که تا اینجای پادکست با من بودین. اگه از این اپیزود خوشتون اومد خوشحال میشم که اون رو با دوستاتون به اشتراک بذارید، نظراتتون رو برام بنویسید و حتما پادکست رو دنبال کنید تا قسمت‌های بعدی رو از دست ندین. تا قسمت‌های بعدی مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.